صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. نان کفاف ما را امروز به ما بده و قرض‌های ما را ببخش. گناهان ما را ببخش چنان که ما نیز گناهکاران خود را میبخشیم. و ما را در آزمایش میاور، بلکه از شریر ما را رهایی ده. زیرا ملکوت و قوت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. ای پدر ما که در آسمانی، نام تو مقدس باد. ملکوت تو بیاید، اراده تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده شود. یاران عزیز و عاشقان حق و هم میهنان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که روز خود را در پرتو رحمت و معرفت خدا آغاز کرده و در فیض و سلامتی خداوند عمر خود را به سر آورید. خدا را به خاطر این فرصتی که عنایت فرموده است سپاس گفته و امیدوارم که در این ساعت همه ما از فیض و آرامش خداوند بهره مند شویم. و ای عزیزان، آگاه باشید که اگر از روی خلوص نیت و از روی اشتیاق باطنی به درگاه خدا بیاییم، بدون هیچ شک و تردیدی حضور او را در قلب و وجود خودمون احساس خواهیم کرد. زیرا او خدایی است که بندگان و مخلوقان خود را دوست می‌دارد و محبت می‌کند و همانند پدر مهربانی است که وقتی فرزندان خود را در نیاز می‌بیند و آنان طلب یاری می‌کنند، دست پرمهرش را دراز کرده و فرزندانش را هدایت می‌فرماید. باشد که در این ساعت همه ما با قلبی خالص و بدور از هر ریا توجه خود را معطوف به او کنیم و با او مصاحبت و مشارکت داشته باشیم. در برنامه این ساعت به کلام مقدس تورات روی می آوریم و در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را مبذول به کتاب خروج، یعنی دومین قسمت از تورات نموده و مطالب این قسمت از تورات را، یعنی از فصل 35 کتاب خروج مطالعه می کنیم و مطالعه این کتاب را نیز به پایان می رسونیم. اگر شما تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به صفحه 140 بگشایید تا با هم آیات را مطالعه کنیم. احیانا اگر شما از داشتن کلام خدا محرومید ولی مایل به دریافت آن می باشید، می توانید برای ما نامه بنویسید تا کلام خدا را در اختیارتون قرار بدهیم. این برنامه رو از صدای انجیل می شنوید. در فصل 34 متوجه می شویم که موسی پس از یاغیگری قوم بنی اسرائیل به امر خدا مجدداً به بالای کوه سینا می رود تا نه فقط برای قوم خود طلب آمرزش کند، بلکه قوانین را مجدداً از خداوند بگیرد. موسی
بنا به فرمان یزدان متعال به حضور او می‌ایستد تا این قوانین را از خدا دریافت کند. 40 روز و 40 شب موسی مجدداً بر بالای کوه سینا میمونه و شریعت و سخنان خدا را می‌نویسد. پس از گذشت این مدت طولانی موسی از کوه سینا به طرف پایین روانه می شود. در آیه 29 فصل 34 می‌خوانیم و 2 لوح سنگی در دست موسی بود و هنگامی که او از کوه به زیر می آمد واقع شد که موسی ندانست که به سبب گفتگوی او با خدا پوست چهره وی می درخشید. و چون موسی به نزد قوم بنی اسرائیل آمد نقابی بر روی چهرهش کشید. بر اثر مصاحبت و گفتگوی موسی با خدا یکتا، جمال موسی نور و درخشش الهی خاصی را به خود می‌گیرد و این دوستان عزیز بازگو کننده یک واقعیت بسیار مهم است که کمال همنشینی بودن با خدا در او آنچنان اثر کرد که وقتی که مردم صورت موسی را، جمال موسی را می‌دیدند، نور خدا را در آن می‌دیدند و برای همین بود که مردم قادر نبودند همینطوری مستقیما به صورت موسی نگاه کنند و موسی ناچار شد که یک نقابی را بر روی صورت خیش بگذارد. بدون شک دوستان عزیز در اینجا یک مطلب بسیار مهمی است که من و شما نیز باید به آن توجه کنیم. واقعیت این است که اگر من و شما نیز امروز با خداوند باشیم و خدا را دوست داشته باشیم، اگر با خدا باشیم، با خدا راه برویم، سیرت و صفات خدای یکتا در ما کم کم اثر می‌گذاره و ما نیز به سوی آنچه که خدا هست و آنچه که او از ما انتظار دارد قدم برخواهیم داشت. کتاب مقدس می‌فرماید خداوند خدای قدوس و پاک و منزه از هر بدی و زشتی و شرارت است. او قدوس مطلقه، پاک و کسانی که طالب به دست آوردن رضایت خدا هستند بایستی خود را از هر زشتی و شرارت دور نگاه دارند. در زبان فارسی شاعران در مورد همنشینی، مصاحبت و اینکه در کنار هم بودن و اثر یکدیگر که بر همدیگه میگذارن مطالب بسیاری گفتن و واقعیت را خیلی روشن آشکار کردن که اگر ما با افراد پلید در معاشرت و تماس باشیم کم کم صفات زشت آنان در ما اثر میگذارد، ولی اگر با نیکان باشیم یواش یواش صفات نیکان در ما نفوذ خواهد کرد. کمال همنشینی در من اثر کرد وگرنه من همون خاکم که هستم. موسی چون بیش از 40 روز و 40 شب با خداوند بود، وقتی از کوه سینا به زیر آمد بدون اینکه خودش متوجه شود نور سماوی از چهرهش می درخشید، به طوری که قوم بنی اسرائیل قادر نبودند مستقیما به چهره او نگاه کنند و موسی لاجرم نقابی را بر صورت خیش می‌گذاره. در این 40 روز خدا نه فقط قوانین 10 فرمان را مجدداً به موسی عطا کرده بود، بلکه دستورات دیگری و همچنین خواسته موسی را و همچنین طرز بنای عبادتگاه مقدس را به موسی میده که از فصل‌های 35 درباره آنچه که خدا در این مدت به موسی عطا کرده است ما میتوانیم با آنها روبرو بشیم و در واقع اطلاع کسب کنیم. در فصل 35 میبینیم که خدا امر میکنه به اسرائیل که بایستی روز استراحت یا سبت را نگاه دارن و سپس عکس عمل مردم در قبال آوردن هدایا برای ساختن وسایل عبادتگاه میبینیم و سرانجام دعوت از 2 استاد برای شروع به بنا و ساختن اولین خیمه عبادت و یا اولین خانه برای خدا یکتا در این عالم را میخوانیم که اجازه میخوام برگزیده از این آیات را براتون بخونم. فصل 35 از کتاب خروج. گوش کنید به چند آیه اول. میفرماید و موسی تمامی جماعت بنی اسرائیل را جمع کرده به دیشان گفت این است سخنانی که خداوند امر فرموده است که آنها را بکنیم. 6 روز کار کرده شود و روز 7 سبت
آرامی مقدس خداوند برای شماست. هر که در آن کاری کند کشته شود. در روز سبت آتش در همه مسکنهای خود میفروزید. در این آیات دوستان عزیز می‌بینیم که یک بار دیگر خداوند به قوم بنی اسرائیل اهمیت نگاهداری روز سبت یا روز استراحت یا شنبه را تأکید میکنه، زیرا این روز یادآور یک واقعیت بسیار بسیار مهمه و آن اینه که به تمام ملت‌های دیگر باید ثابت کنند و برای ملت‌های دیگر باید شهادت بدهند که جهان و هستی آن خود به خود به وجود نیامده. بر اثر تصادف این عالم و کهکشان‌ها و هستی‌ها به وجود نیامدند، بلکه خالقی داره و خداوند جهان این چیزها را خلق کرده است. یعنی روز سبت نشان این است که یک خدا هست و هر آنچه که مخلوق و صانع دست اوست به امر اوست. خداوند آن را خلق کرده. میخواهد نشون بده به قوم، شهادتی باشه که خدا جهان را در 6 روز خلق کرد. این خدا بود جهان را خلق کرد. دوستان عزیز، اگر امروز به اهمیت سبت توجه کنیم، میبینیم که خداوند از آینده واقف بوده که بسیاری از مردم در آینده به خلقت این جهان از جانب خالق ایمان نخواهند داشت. برای همینه که خداوند میخواد به قوم بنی اسرائیل که اولین ملتی بودن که به خدا یکتا ایمان آوردن و اعتقاد پیدا کردن، این واقعیت رو آشکار کنه که از این امر بسیار مهم دور نشوند که خدا جهان را در 6 روز خلق کرد و بدانند که تمام قدرت از آن اوست و آنچه که هست و نیست از اوست. و اما از آیه 4 دعوت خدا از قوم بنی اسرائیل است که برای بنای خیمه عبادتگاه هدایا بیاورند. حالا این هدایا بایستی از روی میل و اختیار و اشتیاق باشه و نباید آن را با فرمان خدا که فرمود 10 از اموال خود را باید وقف امور معنویت کرد و یا برای کار خدا داد یکی دانست، بلکه هدایایی است که مازاد بر 10 است. به طوری که می‌خوانیم و موسی تمامی جماعت بنی اسرائیل را خطاب کرد، گفت این است امری که خداوند فرموده و گفته است، از خودتون هدیه برای خداوند بگیرید. هر که از دل راغب است هدیه خداوند را از طلا و نقره و برنج بیاورد. هر که دلش او را ترغیب کرده و هر که روحش او را با اراده گردانیده آمدن و هدیه خداوند را برای کار خیمه اجتماع و برای تمام خدمتش و برای رختهای مقدسش آوردن. مردان و زنان آمدن، هر که از دل راغب بود، گوشواره ها، انگشتری ها، گردنبند ها و هر قسم آلات طلا را آوردن و همه زنان دانادل به دستهای خود میرستند و رشته شده را از لاجورد و ارغوان و قرمز و کتان نازک آوردند. از این آیات متوجه میشویم که بسیاری از قوم بنی اسرائیل وقتی دعوت موسی را شنیدند، وقتی فهمیدند که خداوند اراده فرموده که یک جایگاه خاص، یک سمبولی به عنوان حضور خدا در میانشون قرار بدهد، با اشتیاق باطن و با عشق و علاقه وافر وقتی دیدند که خداوند این افتخار را به آنها عطا کرده است تا در بنای عبادتگاه سهمی داشته باشند، با شور و هیجان غیر وصفی هر آنچه را که داشتند تقدیم خدا کردند، از طلا و نقره و فلزات گرانبها گرفته تا پارچه های ابریشم و ارغوان و کتان که از مصر آورده بودند. کلام خداوند میگوید مردان و زنان از دل راغب، یعنی نه به زور بلکه از روی میل و اشتیاق هدایا را تقدیم کردند تا برای بنای عبادتگاه مصرف شود. هدایا آنقدر زیاد شد که موسی مجبور شد به مردم بگوید که ما به حد کافی طلا و جواهرات داریم و دیگر نیازی نیست که چیزی رو برای کار خدا بدهید، دیگه چیز نیارید. و این صحبت از اشتیاق و همچنین ایمان قوم بنی اسرائیل میکنه.
آنان وجود خیمه و یا عبادتگاه را در میان خودشون علامت حضور خدا با خود می دانستند و چقدر باعث افتخار آدمی است که بتواند برای اینکه حضور خدا را نزدیک خود احساس کند کار یا خدمتی کند. بعد از جمع‌آوری هدایا فرصت آن بود که استادان عبادتگاه آن را مطابق آنچه که خدا فرموده بود بسازند و این کاری بود که فقط افراد بسیار معدودی می توانستند انجام بدهند. اتفاقاً از آیه 30 متوجه می شویم که خداوند با عطا کردن روح حکمت و عطا کردن هنر و استعداد فوق‌العاده‌ای به 2 تن از بندگانش آنان را مسئول و سرپرست ساختن وسایل مقدس برای این خیمه عبادتگاه می کنند و در واقع این 2 نفر بودند که اولین خانه خدا را در این جهان بنا کردند. آن هم نه به حکمت و قدرت و هنر خودشون، بلکه به حکمت و قدرتی که خداوند به آنان عطا کرده بود. از آیه 30 الی 35 اینطور می‌خوانیم، می‌فرماید و موسی بنی اسرائیل را گفت آگاه باشید که خداوند بسلعیل ابن اوری ابن هور را از سبط یهودا به نام دعوت کرده است و او را به روح خود از حکمت و فطانت و علم و هر هنری پر ساخته است و برای اختراع مخترعات و برای کار کردن در طلا و نقره و برنج و برای تراشیدن و مرصع ساختن سنگ‌ها و برای درودگری چوب تا هر صنعت هنری را بکند و در دل او تعلیم دادن را القا نمود و همچنین اولیاب ابن اخیسامک را از سبط دان و ایشان را به حکمت دلی پر ساخت و برای هر عمل تا صانع هر صنعتی و مخترع مخترعات بشوند. مقصود این آیات اینه که خداوند با عطا کردن کرم و هنر و حکمت استعداد به بسلعیل او را مأمور میکنه که مسئولیت ساختن همه وسایل عبادتگاه را زیر نظر داشته باشه و به عهده بگیره. او صاحب هنر و استعداد خدادادی می شود. در فصل 36 ما با بنای خیمه مقدس یا مکان عبادتگاه روبرو می شویم. 8 آیه اول را ابتدا براتون می خونم. و بسلعیل و اوهیاب و همه دانادلانی که خداوند حکمت و فطانت به دیشان داده بود تا برای کردن هر صنعت خدمت قدس ماهر باشند، موافق آنچه خداوند امر فرموده بود کار کنند. پس موسی بسلعیل و اوهیالیب را و همه دانادلانی را که خداوند در دل ایشان حکمت داده بود و آنانی را که دل ایشان را راغب ساخته بود که برای کردن کار نزدیک بیایند دعوت کرد و همه هدایایی را که بنی اسرائیل برای به جا آوردن کار خدمت مقدس آورده بودند از حضور موسی برداشتند و هر بامداد هدایای تبرعی دیگر نیز نزد وی می آوردند. و همه دانایانی که هر گونه کار قدس را می ساختند هر یک از کار خود که در آن مشغول می بودند آمدند و موسی را عرض کرده گفتند قوم زیاده از آنچه لازم است برای عمل آن کاری که خداوند فرموده است که ساخته شود می آورند. پس موسی فرمود تا در اردو ندا کرده بگویند که مردان و زنان هیچ کار دیگری برای هدایای قدس نکنند. پس قوم از آوردن باز داشته شدند. دوستان عزیز، در این آیات ملاحظه می‌کنیم که چگونه مردان برگزیده خدا شروع به ساختن خانه خدا یا خیمه یا جایگاهی برای عبادت آماده می‌کنند. و نکته مهمی که این آیات روی آن تاکید داره همانا خدمت کردن خدا از روی میل و اختیار و اشتیاق باطنی می باشد و این نشان می‌دهد که اگر ما دوستان عزیز در هر مرحله و در هر موقعیتی وقتی برای انجام کار خداوند و یا خدمت در راه خدا خوانده شده باشیم، اگر اشتیاق باطنی رو از دست بدهیم و احساس کنیم که این عمل یا کار رو باید انجام بدهیم و یک نوع حس تحمیل شدن رو در خود احساس کنیم، بهتر است که از انجام آن دست بکشیم. بله دوستان عزیز، اگر احساس کنیم این کار خدا به زور یا خدا مجبورمون کرد این کار رو انجام بدیم، بهتر اصلا انجامش ندهیم. چرا؟ زیرا دوستان عزیز خداوند هیچ وقت و در هیچ چیزی
بشر را مجبور نکرده. درست است که ما مخلوق اویم، ولی او به بشر آزادی و اختیار اراده کرده است و تا روز قیامت او این آزادی را از ما نمیگیرد و خداوند نسبت به آنچه که به ما عطا کرده است وفادار میموند. امینه، یعنی این آزادی رو از ما نمیگیره. او ما را برده و اسیر خلق نکرده، ولی اگر ما اسیر و برده شدیم، آن وقت بایستی بدونیم، بپذیریم که مقصر خدا نیست، بلکه این خودمان هستیم که اسیر شده ایم. هر وقت خداوند دوستان ما را برای مقاصد خودش و برای اهداف آسمانیش دعوت میکنه، هرگز ما را به زور و اجبار به این کار دعوت نمیکنه. هیچ کاری را به بشر تحمیل نمیکنه. و در اینجا میبینیم که بارها تأکید شده که قوم از روی میل و اراده، از روی آزادی باطنی آماده همکاری و خدمت در بنا کردن عبادتگاه میشوند و حتی آنقدر بذل و بخشش میکنن که موسی مجبور میشه که در اردو فریاد بزنه که بابا دیگه هیچی نیارید، هدایای بیشتر دیگه پذیرفته نمیشه. خوشا به حال ما اگر از روی اشتیاق این چنین علاقه ای رو برای خدمت به خدا داشته باشیم. در آیات بعدی و همچنین فصل 37 ما با نحوه ساختن و بنای خیمه آشنا می شویم و ملاحظه می کنیم که 7 چیز بود که در این عبادتگاه یا خیمه مقدس می بایست قرار بگیره. از صندوق عهد گرفته تا صندلی رحمت و کروبیان و میزی که روی آن نان مقدس یا نان تقدمه می نهادند و قربانگاه یا مذبح برنجی که هر کدومشون رو مفسرین سمبل و نشانی از مقصود و نقشه خدا برای نجات بشر از گناه و فدیه شدن عیسی مسیح بر بالای صلیب و مهیا شدن راه نجات انسانها می دانند که خود بحثی جالب و شنیدنی. این خیمه عبادتگاه در واقع از 3 قسمت تشکیل شده بود. اول حیات عمومی که در آن یک مذبح قرار داشت که در آن قربانی می‌کردن، روی آن قربانی می‌کردن و همچنین یک حوضی بود از برنج ساخته بودن که پر از آب بود و جایگاه قربانی بود که مردم می‌رفتن اونجا بعد از اینکه می‌خواستن وارد خانه خدا بشن یا خیمه مقدس می‌بایستی اول دست و پاشون رو می‌شستن. قسمت دوم مکان مقدس بود که کلمه قدس از آنجا گرفته شده و محل ذبح گوسفندی بود یا قربانگاهی در آنجا نهاده بودند که برای بخشش گناهان بود و کاهنان به طور مرتب در این مکان حاضر می شدند و مراسم مذهبی رو انجام می دادند. و قسمت سوم همان قسمت قدس الاقداس بود که مقدس ترین مکان محسوب میشه و البته دلیلش این بود که روح خدا در این قسمت نازل گردید و آن مکان تبدیل به مکان قدس شد یا مقدس گردید. اولین چیزی که در قدس الاقداس جلب نظر می کرد و کاهن اعظم فقط سال 1 بار به آنجا داخل می شد همون صندوق عهد یا تابوت بود که طولش 2 ذراع و عرضش 1 ذراع و بلندیش 1 ذراع که آن را به طلای خالص از درون و بیرون پوشانیده و روی آن را تاجی از طلا بر طرفش ساخته بودند و 4 حلقه زرین برای 4 قائمه‌اش نهاده بودند که بتونن اون رو حمل کنن بدون که به آن دست بزنن. و سپس کرسی رحمت یا صندلی رحمت بود که آن را نیز از طلای خالص ساخته بودند و 2 کروبی یا 2 مجسمه به شکل فرشته که از طلا ساخته بشود روبروی این کرسی رحمت قرار داشت. در فصل 38 سخن از نحوه ساختن این عبادتگاه و وسایل آن است که به طوری که از آیه 6 اینطور می‌خوانیم: و عصاها را از چوب شتیم ساخته آنها را به برنج پوشانیدند و عصاها را در حلقه ها بر 2 طرف مذبح گذرانیدند برای برداشتن آنان و حوض را از برنج ساخت و پایش را از برنج از آینه های زنانی که نزد دروازه خیمه اجتماع به جهت خدمت جمع می شدند. دوستان، این حوض برای شستشو قبل از عبادت درست کرده بودند که در آن آب تمیز می‌ریختند. در اینجا متوجه میشین که در قدیم قبل از اختراع شیشه و یا آینه زنان از برنج صیقل شده به جای آینه استفاده می‌کردند. یعنی برنج را اونقدر صیقل می‌دادن که براق می‌شد و قادر بودن که چهره خودشون رو ببینن و از همین یک حوض بزرگی درست می‌کنن که مردم بتونن دست و پاشون رو بشورن قبل از عبادت. در فصل
38 آیه 20 متوجه شدیم که کار ساختمان خیمه یا عبادتگاه پایان میشه و مسکن شهادت مطابق آنچه که موسی از خداوند گرفته بود کامل میشه. در آیات پایانی فصل 38 با مقدار طلایی که برای ساختن وسایل عبادتگاه به کار برده شده روبرو میشویم و در فصل 39 درباره ردا و یا لباس مخصوص و مقدس کاهن اعظم سخن می‌راند که از لاجورد و ارغوان بافته شده بود و برای هارون آن را درست کرده بودند. در این فصل می‌بینیم که از کامل شدن خانه خدا که در واقع خیمه عبادت بود و نحوه ساختن آن که قابل هم بود صحبت شده و اینکه کامل میشه و به پایان میشه و بنی اسرائیل موافق آنچه که خدا به موسی امر کرده بود عبادتگاه را کامل بنا میکنن. در آیه 43 آمده است که و موسی تمام کارها را ملاحظه کرد و اینک موافق آنچه خداوند فرموده بود ساخته بود و موسی ایشان را برکت داد. پس از اینکه اولین عبادتگاه ساخته شد، موسی آن لوحه‌های 10 فرمان و از آن نانی که خداوند روزانه از آسمان برای قوم عطا می‌کرد یعنی من و لوحه تورات را در صندوق عهد قرار میده یا تابوت عهد قرار میده و در قدس الاقداس قرار میگذارد و سپس موسی دست و پای خود را میشویه و همراه با پسران هارون وارد خیمه اجتماع یا مکان مقدس میشوند و موسی و هارون آن مکان را تقدیم خدا میکنند و خداوند با علامت ابر جلال خودش رو آشکار میکنه، حضورش رو در آن مکان نشون میدهد و برای همین امر است که خیمه به خیمه مقدس مبدل میگردد، زیرا خدا جلالش را آشکار کرد. از آیه 34 اینطور میخوانیم: آنگاه ابر بر خیمه اجتماع قرار گرفت و جلال خداوند مسکن را پر ساخت و موسی نتوانست به خیمه اجتماع داخل شود زیرا که ابر بر آن ساکن بود و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. و چون ابر از بالای مسکن برمیخواست بنی اسرائیل در همه مراحل خود کوچ میکردند و هرگاه ابر بر نمیخواست تا روز برخاستن آن کوچ نمیکردند، زیرا که در روز ابر خداوند بر مسکن و در شب آتش بر آن بود. با تقدیس شدن خیمه و آشکار شدن جلال خداوند بنی اسرائیل برای اولین بار صاحب مکانی به اسم عبادتگاه می شوند که علامت حضور خدا با آنان بود. و ما نیز به پایان کتاب خروج رسیدیم و ملاحظه می کنیم که چگونه خداوند علامتی به قوم بنی اسرائیل می دهد تا دیگر هرگز به سوی بت روی نیاورند. دوستان عزیز، به خاطر کمی وقت مجبوریم در اینجا با شما خداحافظی کنیم و به امید خدا از فردا به انجیل مقدس روی می آوریم و از پیام مژده خدا از انجیل مقدس براتون می خونیم، به این امید که شما ببینید که کاملیت نجات که خداوند از تورات آغاز کرد اون رو به مردم نشان بدهد چگونه در عیسی مسیح آشکار شده و عملی می گردد. من برادر شما تا برنامه دیگر و روز دیگر شما رو به خدا یکتا می سپارم و امیدوارم که توکل به خدا کنید و شادی خدا در دلتون باشه و خدا همیشه با شما باشه و یار و یاورتون باد. خدا همراهتون. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.